یکی از سمت‌های مهمترین سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی تأسیس جایهای نوی کاری برای ساکنان مملکت و بلند برداشتن سطح نیکو احوالی مردم کشور میباشد. این موضوع در پیام نوبتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تحلیل عمیق یافت و در نوبت خود با وزارت‌های مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، معارف و علم و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی دستور داده شد که جهت زیاد نمودن کورس‌های آموزشی برای کلانسالان، جلب بیشتر اهالی به کسب بخصوص بانوان و جوانان با آموزش کسب‌های گوناگون چاره‌های مشخص اندیشند. در اساس دستور سپارش‌های سرور دولت در ناحیه شهرنو یکچند مرکزهای کسب آموزی فعالیت دارند که در آن بانوان کسب می‌آموزند. امروز در اگنتی مهنت و شغل اهالی ناحیه 52 نفر به کسب آموزی فرا گرفته شدند که از آن جمله 15 نفر به کورس‌های آموزش کامپیوتری، 15 نفر به کورس‌های کسب آموزی کلاهگری، 22 نفر به کورس‌های دوزندگی، جوانزنان خانه‌نشین به کورس‌های کوتاه مدت فرا گرفته شد. چون این کورس‌ها رو در آینده زیاد نموده شهروندان زنان به شغل رو به کسب آموزی جلب نموده آنها را با جای کار صاحب کسب نماییم. باید گفت که امروزها در مرکز کسب آموزی ساکنان برای از خود کردن هنرهای ملی از قبیل آدرس بافی، لباس دوزی، قالین بافی، آموزش زبانهای خارجی و تکنولوژی معاصر فرا گرفته شدند. یک قطار دختران خانه‌نشین هستیم که در اینجا با کورس‌های آموزشی کامپیوتری دوزندگی تحصیل می‌نماییم و ما از محترم پیشوای ملت تشکر خود را بیان می‌نماییم که به ما دختران خانه‌نشین این نمود شرایط‌ها را مهیا نمودند که ما به اینجا آمده تحصیل را ادامه دهیم. ما در آینده کوشش می‌نماییم که در برابر این قدر غمخوری‌های پیشوای ملت صاحب کسب شده به دولت و وطن خود خدمت نماییم. طول یک ماه است که ما آمده در اینجا با دستگیری شغل اهالی به کسب آموزی فرا گرفته شده ایم. ما حرکت میکنیم که نازکی‌های مثال دوزندگی را از خود کنیم. در اینجا از قبیل قراق دوزی، گل دوزی، دوزندگی حرکت میکنیم که ما یاد گیریم آینده به دولت و ملت خود خدمت کنیم. خیلی شکر چنین دوران استقلال میکنیم که شرایط‌های مساعد را فراهم ساختند. میانه‌داری خود را به پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت میرسانیم. تأسیس جایهای نوی کاری، رشد هنرهای مردمی، کسب آموزی و فعالیت مرکزهای تعلیمی کلانسالان از جمله دستور سپارش‌های سرور دولت میباشد. در رابطه با این جهت زیاد نمودن کورس‌های آموزشی برای کلانسالان، جلب بیشتر اهالی به کسب بخصوص بانوان و جوانان به کسب آموزی در ناحیه شهرنو چاره‌های مشخص اندیشیده می‌شود.